این اولین ولاگ منه و قرار روی همین زمینه برای مشتریمون مش در بیاریم. توی خونه چون تصمیم گرفتم که یه هایی فیلم بگیرم این کاراشو انجام دادم برای اینکه ما مشتریتون درد نگیره. وای و اینجا میبینیم که شالم هم که خرم اونجا اصلا حواسم نبوده. ماهاشو میزنید، اول میکشید، بعد با این اسپری میزنید، بعدش کالا رو سرشون میکنید. شروع میکنیم یکی یکی از ماها رو از توی سوراخ در آوردن کاش واقعا همیشه همینقدر تند پیش بره. اینجا از مشتری میرسیم دردش میاد کنم و میگه نه و اینجا میگیم که با افتخار درد نمیاد. اینجا نکته مهمیه رعایت کنید بچه‌ها. اینجا شروع می‌کنیم شونه کشی تا تمام خورده موها از داخل مود بیاد بیرون و مواد درست میکنیم. چه مواد به به غلظت مواد شما میبینید و اینجا تست میکنیم نریزه. شروع میکنیم لایه لایه مواد رو به موها زدن، کاملا هم ماساژ میدیم و مکس میدیم. برای شارژ دوم مواد اول میکشیم بیرون از داخل مو و شروع میکنیم لایه لایه شارژ دوم زدن و اینجا استقامت مو رو میبینید که مو مقاومه. برای شارژ سوم من از پودر زغال استفاده کردم و اما لحظه قشنگش که کلاهو از تو ما میکشی بیرون. من از لحظه رنگ شدم وقتی دیگه بگم اینجا سش بار و اما نتیجه کاری که یک کار ظریف و فوق‌العاده خوشگل.